سلام رفقا، تا حالا با کسی بودی که وقتی باهاش حرف میزنی احساس کنی شنیده نمیشی؟ انگار فقط خودش مهمه، حرف خودش درسته و تو همیشه باید عذرخواهی کنی؟ شاید وقتشه با یه واقعیت تلخ روبرو بشی. تو ممکنه با یه نارسیست طرف باشی، اما قبل از اینکه انگشت اتهام رو به سمت بقیه بگیریم، بذار اول بفهمیم نارسیست واقعاً کیه و مهمتر از اون چطور باید باهاش برخورد کرد. چون اگر درست عمل نکنی ممکنه به مرور عزت نفس و اعتماد به نفست رو از دست بدی. بخش اول، نارسیست کیه؟ نارسیست یا همون خودشیفته فقط کسی نیست که خودش رو دوست داره یا زیاد از خودش تعریف میکنه. این یه اختلال شخصیتی جدید به نام NPD یا اختلال شخصیت خودشیفته هست. فرد نارسیست خودش رو خاص‌تر از بقیه میدونه. فکر میکنه همیشه حق با اونه، تحمل انتقاد نداره و همه چیز باید طبق میل اون باشه. احساسات دیگران براش اهمیتی نداره، چون دنیای اون فقط حول خودش میچرخه. جالبه بدونی که پشت این غرور و اعتماد به نفس ظاهری یه ترس عمیق از بی‌ارزشی خوابیده. نارسیست ها معمولاً عزت نفس شکننده‌ای دارن و برای حفظ نقاب خودشون دنبال تایید و تحسین مداومن. یادت باشه همه آدم هایی که کمی خودخواه یا مغرورن نارسیست نیستن. فرق مهمشون اینه که نارسیست ها رفتارهاشون تکرار شونده، تخریبگر و بدون احساس پشیمانیه. بخش دوم، رفتارهای رایج نارسیست ها. اگه میخوای تشخیص بدی با یه نارسیست طرفی یا نه، باید به رفتارهاش نگاه کنی. مورد اول، گسلایتینگ. یکی از تاکتیک های اصلی نارسیست ها گسلایتینگ. کاری میکنن که تو به عقل و احساس خودت شک کنی. مثلا میگی این حرفت ناراحتم کرد، جواب میده تو زیادی حساسی یا من همچین چیزی نگفتم. مورد دوم، قهر و سکوت طولانی. وقتی از چیزی ناراحت میشن حرف نمیزنن، تو رو در بیخبری و حس گناه رها میکنن تا تو برای آشتی التماس کنی. مورد سوم، لاو بومبینگ. در ابتدای رابطه با محبت افراطی توجه بیش از حد و هدیه خاص وارد میشن، اما به محض اینکه تو وابسته شدی سرد و بیرحم میشن. مورد چهارم، انکار، تحقیر، سرزنش. وقتی کار اشتباهی میکنن سریع توپ رو میندازن تو زمین تو. حتی ممکنه بگن تو باعث شدی من این کار رو بکنم. مورد پنجم، بازنویسی واقعیت. نارسیست ها حافظه انتخابی دارن، فقط اون چیزی رو به یاد میارن که به نفعشونه. بخش سوم، چرا درگیر نارسیست ها میشیم؟ شاید بپرسی چرا ما جذب این آدم ها میشیم؟ پاسخ اینه اونا توی ظاهر خیلی جذاب، با اعتماد به نفس، کاریزماتیک و باهوش به نظر میاد. دقیقاً چیزهایی که ما توی یک شریک ایدئال دنبالشون میگردیم. ولی این جذابیت دروغینه. اونا بازیگرای ماهرن و میدونن چطوری نقش عاشق کامل یا دوست ایدئال رو بازی کنن. از طرف دیگه بعضی از ما در کودکی با والدین نارسیست بزرگ شدیم، پس مغز ما به این الگوی رابطه عادت کرده و تکرارش میکنه. گاهی هم احساس کم‌ارزشی داریم و تحسین‌های اولیه نارسیست برامون مثل مخدر عمل میکنه. باعث میشه چشمامون رو روی رفتارهای سمیشون ببندیم. بخش چهارم، چطور با یک نارسیست رفتار کنیم؟ خب حالا وقتشه یاد بگیری چطور با این افراد برخورد کنی، چون برخورد اشتباه فقط تو رو توی دام اونها نگه میداره. مورد اول، مرزگذاری قاطع. به وضوح بگو چه چیزی برات قابل قبوله و چه چیزی نه. مثلا بگو اگه توهین کنی مکالمه رو قطع میکنم. مهم اینه به حرفت عمل کنی. مورد دوم، وارد بازی احساسات نشو. نارسیست ها دنبال تحریک احساساتت هستن تا تو رو کنترل کنن، پس واکنش نشون نده. روش سنگ خاکستری یا گری راک عالیه. خشک، کوتاه، بی احساس. مورد سوم، احساس گناه رو نپذیر. اونا استادن در این که همه چیز رو بندازن گردن تو مسئول رفتار اونها نیستی.
مورد 4، مستندسازی کن. اگه با یه نارسیست توی محل کار یا رابطه طولانی هستی، همیشه پیام‌ها، ایمیل‌ها یا گفتگوهای مهم رو ثبت کن، چون ممکنه انکار کنن یا واقعیت رو تحریف کنن. مورد 5، محدود یا قطع ارتباط. اگر امکانش هست بهترین راه نجات فاصله گرفتنه، چون نارسیست ها به ندرت تغییر میکنن مگر اینکه خودشون عمیقاً بخوان. بخش 5، آیا نارسیست ها درمان پذیرن؟ این یه سوال مهمه. آیا این افراد میتونن تغییر کنن؟ پاسخ کوتاه: فقط در صورتی که خودشون مشکلشون رو بپذیرن و دنبال درمان حرفه‌ای باشن. اما واقعیت اینه که اکثر نارسیست ها اصلا قبول ندارن که مشکلی دارن. درمان اونها زمانبر، پیچیده و سخت و طولانیه. پس نباید زندگیت رو وقف تغییر دادن کسی بکنی که نمیخواد تغییر کنه. رفیق، زندگی کنار یک نارسیست میتونه مثل افتادن تو باتلاق باشه. هرچی بیشتر تلاش کنی بیشتر فرو میری. پس یادت باشه که محافظت از خودت یه حقه، نه خودخواهیه نه بی‌احساسی. اگر تجربه‌ای از یه رابطه با آدم نارسیست داری، حتما برام توی کامنت ها بنویس. شاید یکی دیگه که داره همین مسیر رو میره به کمکت نیاز داشته باشه. و اگر دنبال محتواهای روانشناسی بیشتر هستی، سابسکرایب یادت نره. تا ویدیوهای بعدی مراقب ذهن و قلبت